سلام آقا، امروز قراره بریم کادیک ژاپنی رو بعد از 10 سال روشن کنیم. یعنی 10 سال داخل پارکینگ بوده، بریم ببینم میتونیم روشنش کنیم یا نه. خب اول مرحله واسه اینکه شروع کنیم باید ببینیم مثلا برق موتور کار میکنه یا نه. واسه همین سرشم رو جدا کردیم. نمیدونم مشخص میشه توی فیلم یا نه. برقو میاره، یعنی از لحاظ برقی و موتوری سالمه. و ما فقط باید کاربرات رو سرویس کنیم، رادیاتور رو سرویس کنیم و هندل بزنیم انشالله که روشن بشه، چون این موتور 10 سال خواب بوده و امکان روشن نشدنش هست. خب برای اینکه شروع کنیم یه جعبه ابزار احتیاج داریم که یواش یواش شروع کنیم کل فلاپا و زین و باک و اینا رو باز کنیم که راه دستمون بیشتر باشه بتونیم کارشو انجام بدیم. برو که بریم. قبلا هم ترک خورده فلاپش و جوش زدن بعد دوباره ترک خورده. شاید بگید کاربرات اون وره چرا داریم این وره باز میکنیم؟ چون رادیات این ور داره، میخوایم رادیاتش هم سرویس کنیم. بالاخره باز شد. خب حالا این فلاپ عقبش رو میخوایم باز کنیم. این صورت این آلن میخوره، باید با آلن باز کنیم. پس اینو میبریم آلن رو بیاریم. یکی فلاپش هم باز شد. به خاطر سالیانی که داخل پارکینگ بوده کلا اینجا گرد و خاک گرفته و حالا بارون اومده گل و اینا کلا اینجا رو گل گرفته. اول فلاپای این ورشو باز کنیم. چوشی میخوره این باز. باز شد. خب یکی فلاپش هم باز شد. جالب عقباش فلزیه، این جالب بود باشم. بریم دوتا پیچو بازش کنیم. من باز شد. جاشو همه باید یه جا بذاریم که گم نشه. جالب سایز این ور با اون ورش فرق میکنه. این ور بزرگتره، الان اینم بهش نمیخوره. خب 17 بهش میخوره. اینو باز میکنیم. اما بالاخره در اومد. چون زنگ زده سخت باز کردنشون. باید حالا از اسپری استفاده کنیم که ما اینجا نداریم الان. اوه چیزی متوجه شدم بهت نشون اومدم. ببینید من کل پیشاشو باز کردم، یعنی هیچ پیش واسه زین نمونده. اینا اومدن مثلا که تکون نخوریم یه دونه پیچ این زیر هم واسه زدن. من در اومدی بوده دیگه اینجا نکنیم. چون بلنده نمیتونیم با سفر بازش کنیم، باید بوکس بلند بندازیم. خوشبختانه آچار 10 بهش میخوره، ولی از این قسمت وقتی میخواد پایین مهرش رو باز کنی پیچ میخوره و نمیشه باز جایی، به قول ما رد میکنه. آقا بالاخره باز شد. الان دیگه باید زین بلند شد دیگه قاعدتا. بله زینش هم تمیزه، کثیفیه دیگه. خب بریم سراغ باکش.
قسمت واسه پاکش یه دونه پیچ داره، اینو که بازش کنیم پاکم باز میشه. هم باز شد. سویچ هم داره، درش در اومده ولی باز سویچ هم داره. اینم باز شد. حالا باید پاکو برداریم. شیر بنزینش یک کردیم یادم بود. فقط که این تایم که تو پارکینگ بوده شیلنگاشون بوده، شیلنگ بنزینم خب زودی سفت میشه، من اصلا باز نمیشه شیلنگ بنزینش. خب بالاخره باز شد. الان باید اینم باک کاره اینجا رو حالا مثل که ضربه نخوره زدم. باکش هم سالمه دار شد. حالا باید دنبی عقب رو باز کنیم. بازم نکردیم ولی خب من دوست دارم باز بشه. حالا ببینم داستانش چیه. این طرفش همون 17 رو میخوره. اگه بخوام اینو بازسازیش کنم که خیلی بهم پیام داده بودید واسه بازسازیش، یه ست پیچ نو میگیرم واسه همش. این جک هم واسه خود موتور نیست، واسه همه من آجر زیرش گذاشتم یکم بیاد بالا بشه روش کار کرد. اینم بالاخره باز شد. اینم باید باز کنیم. گل پیچ خورده شده باز نمیشه. این مورد رو مجبوریم با چهار قفلی باز کنیم چون با سپر باز نمیشه، گل پیچ خورده شده. One eternity later. این بالاخره باز شد. این باید سیم کشیش قطع بشه اگه بخوایم بازش کنیم. همینجا نگهش میداریم. فعلا اینجا کار رسیدیم، با کوزین رو همه رو باز کردیم، بلاخا رو همه رو باز کردیم. اینجا موتور قسمت کاربراتشه، ما باید دستاشو باز کنیم و از اینجا بکشیمش بیرون. خب اینجا دو سه تا بستن که نمیدونم چرا دو سه تا بستن، همشون هم دو سو میخوره. قسمت عقبش هم بست نداره، یعنی آزاده. فقط کافیه شیلنگ بنزین رو باز کردیم، قسمت رو پیش پشتی بندازیم. کلا در آوردن و جا زدن کاربرات ها یکم سخت. یکی میاد میگه نه تو بلد نیستی، من 3 سوت درش میارم. بالاخره بیرون اومد. گازش هم مثلا دیگه ارتجاعی نیست و بر نمیگرده سرش. کاربراتش رو جدا کردیم. چیز خاصی هم نداره آنچنان، ولی خب باید باز بشه و با اسپری انجکتور بشویمش. خب اینجا باز شد. بریم که با اسپری بشوییم آره. من شمعش هم باز کردم چون این چند سال تو پارکینگ بوده، احتمال داره حالا اینم خراب شده باشه و باید عوض بشه. شمعش خراب شده. خب من کاملا خاکی شدم دیگه. باید بریم سراغ رادیاتش. حالا بریم ببینم رادیاتش حالا در چه وضعیتیه. اینم نشونتون میدم. دوستان این شیلنگ رادیاتشه که اومده حالا روی سرسیلندش اینجا شکسته. ببینید شکسته و این گیر نمیکنه. اینو باید باز کنیم و تعمیرش کنیم. خب بریم که آب بریزیم توش ببینم چه خبره دیگه. تو این قسمت باید داخل رادیاتش آب بریزیم ببینیم که نشتی چیزی اگه داره اونا رو بگیریم. آقا ما اومدیم گمرک بعد الان هم نمیدونم صدامو میشنوید یا نه. این میکروفونمو یادم رفته بیارم.
اومدیم که واسه بازسازی کادیکس یه پیستون بگیریم، بعد واشرش هم بگیریم که بتونیم روشنش کنیم انشاءالله. خب آقا بالاخره مغازه پیدا کردیم که داشته باشه. ما پیستونش رو گرفتیم. پیستون 150 هم هست، یعنی انقدر که تراش خورده از 125 اومده شده 150. پیستون 150. سیلندر اینا رو آوردیم واسه واشراشو بزنه. سر سیلندر اینا دارن واشراشو میزنن، ببریم رو موتور سوارش کنیم. آقا اینا رو ما واشراشو واسه زدیم، واشراشه. بعد اینا هم باید خب سنباده میکشیدیم، سنباده کشیوناشو انجام دادیم. بعد اینم دادیم تراشکاری، همون که گفتم اون تیکه که بریده بود اینو دادیم جوش دادن که شیلنگ آبش میخوره به این و این میاد روی سرسیدن. بعد دیگه بقیه کاراشو میسپاریم به اوستا ساسان واسه همون انجام بده. خب بالاخره سیلندر ما آماده شد. من نشون موتور و ببینیم که دو کار میکنه و اصلا روشن میشه نمیشه. سرسیدن و اینا رو همه رو ما اوکی کردیم. حالا یکم مشکل داشتیم تا بعد قلق بود ولی با اوکی شد. بریم ببندیم رو موتور ببینیم چی میشه. ما اینجا رو باید بتراشیم، سنباده بکشیم که بتونیم واشر جدید رو بذاریم. پیستون رو عوض کنیم، سرسیلن بیاد روش و موتور رو روشن کنیم انشاءالله. این پیستون ما واسه انداختیم و اینجا هم سنباده داریم تا جایی که میشد بردیم نمارو. حالا سرسیلن رو ببازیم سر جاش. خب ما سرسیلن رو بستیم کامل. حالا بریم تست بگیریم ببینم از جای نشتی داره آب میده یا نه. نمیدونم معلومه یا نه ولی آب رادیاتورش پره داره ولی اینجا هیچ نشتی ما نداریم. یعنی اوکی کارم. آقا اینم کاربراتش رو باز کردیم، قراره با این اسپری انجکتور کلش رو بشوریم. کاربراتش رو در آوردیم کامل با اسپری شستیم، الان آماده است ببندیم، هندل بزنیم هم روشن میشه یا نه. هر چیزی که داشت یادمون میرفت روغن بود. متاسفانه موتور روغن نداره و اگر روشن میشد قطعا بخت میکرد. پس بریم روغنش رو بریزیم. خب دوستان ببخشید که یکم ریخته است و شاید صدای من بد بیاد چون میکروفونم افتاد و آسیب دید. این دنبی عقبش هم من باز کردم که بهتر حالا بتونیم هندل بزنیم. بریم که موتور رو روشنش کنیم. من دوباره باید بنزین یکم بنزینش کمه. من بنزینش رو با روغن قاطی کردم واسه سوال فیلتر رنگش این شکلیه. صداش خیلی زیاده و بعدی به خاطر اینکه اگزوز من وصل نکردم. اگزوز رو وصل کنیم و دوباره تست صدا بگیریم. فقط الان فهمیدیم که موتور روشن میشه. من اگزوز اینو بستم و الان میخوام روشنش کنیم. حالا که خوب روشن بشه و صدای خوبی داشته باشه لذت ببریم. خب تو این سری از ویدیوها میخوایم بفهمیم که اگه یه موتور ژاپنی اوراقی رو بازسازی کنیم به صرفه تره یا همون بریم یه دونه موتور بازسازی شده بخریم. این موتور رو من 35 تومن خریدم، کادیکس 125 و میخوایم بازسازیش کنیم. بریم که ویدیوهاشو داشته باشیم.